بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و امروز 27 آوریل هستش یا اپریل هستش و من دارم 47مین بخش از مهندسی جهل رو آغاز میکنم. یه چند دقیقه قبل کتاب مربوط به مناقب حضرت ابوالوفا رو خوندیم و بعد در بخش دوم همون کتاب با یه بخشی آشنا شدیم که نخوندیم حالا خیلی ازش و اون هم مربوط به ابن عربی بود. محی الدین ابن عربی بود که از بزرگان هستش. حالا کتاب بعدی که میخوام امروز بخونیم ترکی لغتلر هستش، لغت‌های ترکی هستش. ببینیم که این کتاب چی هستش. اینجا یه نگاه کلی اول به کتاب بندازیم. این کتاب هست، جلد کتاب رو الان داریم میبینیم. رنگش قرمز بوده، احتمالاً چرمی بوده، ولی آسیب زیادی هم دیده، نه خیلی زیاد مثل کتاب قبلی ولی خب آسیب دیده. این داخل جلدش هست و در یه جای دیگری نگهداری میشه، برای اینکه ترکک احتمالاً ترکیه نوشته ولی اوایل کتاب رو من اینجا نیاوردم به خاطر اینکه اینجا داره در یک کتابخونه دیگری نگهداری میشه که احتمال میدم آلمان باشه. به هر حال این صفحه بعدی کتاب هستش که میبینیم یه آدمی اینجا نوشته، پارگی صفحه رو میبینیم. اینجا هم با یه خط زیبای لاتین حالا هرچی نوشتن، یه تاریخی هم اینجا زدن که باز من نمیدونم این چی از 1878 رو اینجا دارم میتونم تشخیص بدم چی هست ولی خیلی نه. اینجا هم یه کتابی دوباره در همون چیزا هستش، 1244 رو اینجا میتونم ببینم، نمیدونم چی هست. اینجا 491 هست یا 1191 هستش. اینجا هم 385 رو میبینم و نمیدونم اینا چی هستش، این اعداد چی هستش. اینجا هم 999 رو دارم میبینم، اینجا 38 هستش. اینجا هم یه مهری هستش که شاید بتونیم از مهر یه چیزی در بیاریم که این کجاست. نمیتونم بخونم متاسفانه. کتاب رو یه نگاه کلی بهش بندازیم ببینیم که چی هستش. کتاب به خط خوشنویسی شده، یعنی خطی که من باش مشکل دارم. خب این کتاب رو اومده برعکس کتاب‌های قبلی که 2 صفحه رو در یک صفحه قرار میداد، این هر صفحه رو جداگانه اومده عکاسی کرده و گذاشته اینجا. در نتیجه این کتاب 762 صفحه است. این واقعا 762 صفحه هستش ولی قبلی ها هر دو چیز رو یه جا قرار داده. حالا اینجا در بالا میبینیم که نوشته، این کتاب پی دی اف، روی پی دی افش نوشته که ترکی لغتلره سنی فقیهlerin فتواسی min 49 یعنی 1049 قمری، یعنی حدود 400 سال پیش و در 762 صفحه. اینجا هم 762 رو میبینیم و ما الان در صفحه 10 اون هستیم که اینجا هست. خطش رو داریم میبینیم اینجا با خط قرمز، خیلی همون خط متن تقریبا شبیه اون، البته یه مقدار تفاوت داره، قطعا تفاوتش خیلی زیادم هست، خیلی کم نیست. با خط اینها روبرو هستیم. النفس چی حالا این صبح النفس، النفس صبح النفس، صبح النقل یا صح نقل، صح نفس، صح نقل یا صح نقل، نمیدونم نقلش. اینجا احتمال حدیثی رو آورده میگه که این حدیث صحیحه، مثلا فکر میکنم به این معنی باشه. من نخوندم کتاب رو، همین الان باز کردم برای اولین بار تا ببینیم که چی هستش. دوباره همینجا میگه صح نقل عوض چی فقه. خب این کتاب رو الان بریم یه مقدار پایین تر ببینیم که
دوباره یه مقدار خط تغییر کرده در اینجا، ولی خب کادر هنوز هستش و متن هستش، ولی تغییر کرده. این متنی که داخل متن هستش، حالا به هر زبانی هستش، این متن خط رسم الخطش تغییر کرده یه مقداری زیادی. بریم دوباره یه صفحه دیگر رو ببینیم. اینجا دوباره باز خط تغییر کرده. قلم هم، نوع قلمی هم که باهاش می نوشتن اون رو اینجا می بینیم که تغییر کرده. دوباره اینجا با خط دیگری روبرو هستیم، با قلم دیگری روبرو هستیم، ولی کتاب خیلی زیبا تقریبا نگهداری شده. نگاه بکنید این کتاب رو، خطش دوباره خیلی عوض شد. اینجا دیگه خطش از خط گذشته به زیبایی، داره تلاش میکنه زیبایی خط رو نشون بده. هنر خط نویسی خودش رو داره نشون میده. اینجا یه نمیدونم چیزی هست رو افتاده اینجا یا کتاب آسیب دیده. اینجا آسیب دیدگی رو میبینیم، همون احتمالاً کپیش افتاده اینجا، رنگش افتاده اونجا، اینجا اصل صفحه بوده افتاده روی اون، جوهر ریخته. و اینجا هم داریم میبینیم. خب اینجا باز تو این کتاب معلومه که اطراف حاشیه برای نوشتن جا گذاشتن. خیلی زیباست. بریم آخرش هم ببینیم و برگردیم. این از بالا کتاب رو عکسشو گرفته و نشون میده که خب این چرم جلدش و اینجا دوخته شده با یک مثلا یه چیزی دوختن و بعد حاشیه کتاب رو به این وصل کردن. اینجا هم دوباره از یه زاویه دیگه کتاب رو میبینیم. خیلی زیبا، خیلی هم قطوره. 762 صفحه است دیگه، و چون کاغذهای قدیمی هستش نه کاغذهای جدید، خب بزرگه. این هم صفحه آخرشه که میبینیم یه چیزای اینجا نوشته شده، ربطی به کتاب نداره، ولی اینجا کتاب تموم میشه. ما حالا برمیگردیم اینجا عبدالرحمن رو میبینم، احتمالاً اسم نویسنده باشه. حالا بریم کتاب رو بخونیم. خیلی خب گفتیم این صفحه ها رو دیدیم، یه چیزایی نوشته شده که سر در نیاوردیم. ببینیم اینجا چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله: توپراق ابریگ ایله دم ابریگدن وزوده گنگسی اولادر. توپراق ابریگ، اگر حالا این یه مقدار من اصطلاحات داره. همین اولش به چیز ابریق فکر کنم یک نوع مثل آفتابه هستش یا ابریق نمیدونم، فکر میکنم یه وسیله هستش. حالا میگه که توپراق، این توپراق رو وقتی به کار میبری یعنی خاک. ابریگ ایله دم ابریگدن وزوده گنگسی اولادر. داره یه مسئله میپرسه در مورد اینکه اگر ابریق، یعنی اون ظرفی که برای شستن خودشون استفاده میکنن، اگه از سفال باشه، توپراق ابریق میشه همین، یعنی با خاک وسیله ساختن، وسیله آب رو باهاش میارن. میگه این دم رو نمیدونم، دمر بریگدن، یعنی میگه حالا نمیدونم من اینجا وضو گنگسه اولادر، میگه آیا اگه وضو گرفتن با آبی که از ابریق سفالی ریخته میشه اولادر درست است؟ اینجا گنگسی نمیدونم یعنی چی، حتی نمیتونم بخونم. این یکی از مشکلاتی که این کتاب الان برای من ایجاد کرده علاوه بر خوشنویسیش،
نبودن صدا هست. چون صدا نداره نمیدونم این چجوری باید اینو بره. ابریق، این دم دوم دیم البریگدن هستش. این چیه؟ ابریگدن، ابریگ، البته این ابریگدن، ولی خب مثلا این این دندانش به اندازه لام بزرگه. من اینجا واقعا مونده بودم چیکار بکنم. وجوده گنگسی، این گنگسی یعنی چی؟ مثلا چجوری بخونم؟ این خوندنش صداش چیه؟ من الان دارم حروف رو تلاش میکنم بخونم، نقش حروف رو میخوام الان تلاش میکنم بخونم. ربطی به اون صدا نداره، در نتیجه صداش درست نیست. مثل یک زبانی که مثلا الفبای لاتین رو بلدم میرم آلمانی بخونم، ولی من آلمانی بلد نیستم، میرم با همون انگلیسی مثلا میخونم غلط میخونم. خب حروف انگلیسی دلیل بر این نیستش که آلمانی هم انگلیسی باشه، صداهای انگلیسی رو بده. اینم همینجا. الجواب توپرقدن المق آدان بدن دمردن alçık galibden kerahet yoktur demişler. حالا من اینجا واقعا نتونستم بخونم، هم به خاطر خطش، هم به خاطر اینکه صدا نداره، نمیدونم چی بخونم و تخصصی هم هست، یعنی در رابطه فقه. توپراکدن این باید باشه. من فکر کنم این توپراکدن almak احتمالاً ada nipdendir demerden yani çi alçık galabilden kerahet yoktur demişler. اینجا فقط اینجا شو متوجه شدم، خیلی سخت شد الان. حالا عربی هم اومده demişler الکل فی الصغر والبکر الکل چیه نمیدونم این یعنی چی. فی الصغره و فی النخاس الی غیر المعدل ها. اینم نفتش صحیح نقل فی شرح سرعه، یک کتابی هست به نام شرح سرعه، در اونجا این حدیث درست گفته، درسته. حالا من أين السيد علي شرح الشرعة في فصل سنن الأكل سنن الأكل الآداب ترك الإسراف و تغییر کلام ناس و الاستفاءة عن البری لا بأس. حالا اینجا دیگه همش عربیه، من از اینها بگذارم که صدا نذاشته نمیتونم بخونم. ابریگ رو اینجا به کار برده در عروة الابریگ، یغسل عروة الابریگ ثلاثا و وصفه علی یساره و این کان انا فلان. حدیث داره همون ادامه پیدا میکنه، این صفحه کلا حدیث اومد ادامه داره. عربی تا اینجا، اولش ترکی بود ولی اینجا مسئلتون. حالا اونجا رو دیگه همه رو عربی اومد تا اینجا. مسئلتون زید آب دست آلدوکته همان آبگرینن همان ayaklarının Ali kılmış iken حدث واقع oldukta میگه داشته وضو میگیره. زید نامی آب دست آلدوکتا داشته وضو میگرفته. همان ayaklarının Ali kalmış ayaklarının یعنی پاهاشو شسته، علی گالمش هنوز دستش مونده، ایکن در این حالت حدث واقع شده یا یه بادی از این آدم بیرون اومده. اولدوکده استنشاق لازم گلور می یخسه حدث ناقص وضو اولور اولوب وضو تمام olmadıyan اجراتش نقص اتمیوب. ببینید نمیتونم بخونم واقعا. این خط برای من مشکل خودش. حالا یه مقدار هم
تخصصی میشه دیگه بدتر میشه. ظاهرا یه فتوایی یه سوال پرسیدن از یه عالمی، همین سوال ها باعث شده دین به این بزرگی بشه. هر کسی رفته سوالش از یه ملایی پرسیده، یه عالمی پرسیده، اونم یه حدسی زده که خب حالا این چی باشه. گفته که آقا اگر مثلا من داشتم وضو میگرفتم، دستم پام شسته بودم، دستم هنوز نشسته بودم، یه اتفاقی افتاد، یه بادی از من خارج شد، آیا لازم استش که اونو استنشاق بکنم؟ آیا لازمه بوش ببینم، به دهنم به بینیم بیاد که بدونم مثلا لازم گلور می یخزه حدث ناقص، یا اینکه حدث ناقص حساب میشه وقتی که هنوز بو نمیده؟ این حدث ناقص یه وقتش بو داره، یه وقتش بو نداره. میگه اگه بو نداشته باشه وضو تمام. آیا این وضویی که گرفتیم تا الان تمام هستش، کامل میتونه بشه؟ وضو تمام اولمدین یا نشده، اجراتش نقص اتمیوب، یا اینکه اجراش یا اجرتش، حالا نمیدونم این چی یعنی چی، چون که واقعا نمیتونم بخونم. اجراسی احتمال میدم یعنی نقطه چی هست. اجراسی نقص، بعضا نقطه ها رو میذارم برای زیبایی. تو این خوشنویسی که چنین بیماری هستش، برای اینکه خوشنویسی خوش دیده بشه، زیبا دیده بشه، نقطه های اضافی میذارن و این نقطه ها افراد بی سوادی مثل من رو به مشکل، به گل میافکنه. نقص اتمی ayakların yumak kifayet eder mi؟ حالا دیدید میگه که حالا سوال رو کامل متوجه نشدیم، جوابش هم اومده دوباره به عربی داده، اتمز باطل نمیکنه. حلال وجوده حاصل اولان، حدث موجود اولانی نقص ادر نتکیم بعد تمام ادگی gibi. میگه که حالا جواب داده که نمیدونم چی اتمس، چرا اینجا گفته، سوال چجوری بوده که این گفته اتمس. میگه حلال وضو یعنی وضویی که کامل درسته، اگر اون حاصل اولان حدث، اگر یه بادی از ادام خارج بشه، فرقی نمیکنه که این وضو کامل باشه یا ناقص باشه، باطل میشه. رجل ضرب الله علی ارض، حالا دیگه دوباره رفت عربی و فی سمرقند ضربت فی تیمم قال علیه السلام. حالا در سمرقندم یه اتفاقی افتاده، همین عربیشو می نویسه یه کتاب، ظاهرا سوالات ترکی، جوابها عربیه. اینو باید از این کتاب تا اینجا اینو بفهمیم. خب این کتاب برای من آقا جون خیلی سخته، به خاطر هم این به خاطر اینکه استاندارد نیست. یعنی کتاب رو مسئلتون فکهیدکی این نیاتی ile salat edesinde کران وار میدر، نمیدونم این کراهت اینجا ته هستش، کراهت وار میدر. فکهیدکی سیاب، احتمال میدم این سیاب باشه، این لباس، ایل سیا. حالا این اون وقت این فکر نمیشه که نگودکی سیاب ایل سلات ادسنده کراهت وار میدر، با اون لباسی که نمیدونم چی هستش. نسبدکی نمیتونم، یعنی واقعا صدا نداره که حروف رو، چون علامت صداهاشو نذاشته نمیتونم بخونم و خودشم خوشنویسی کرده که برای من سخته. خب این کتاب رو بریم یه آخرش رو ببینیم که میتونیم ازش یه چیزی در بیاریم. این سوال ها به ترکی، جواب ها به عربی بود تا اینجا. حالا اینجا من ببینم یه جایی کتاب الوکالت، حالا اینجا در مورد کتابی صحبت میکنه، خصوص وکیل اولان سلاده اولار می، نمیدونم یعنی چی. صلح، آها، خصوصی یا
خصوص وکیل اولان، یه چی نمیدونم، صلح قادر اولورمی، یعنی این وکیل میتونه صلح بکنه. ولیس للوکیل او، نه بازم همینه، همون قضیه ادامه داره. یعنی سوال به ترکیه و جواب به عربی هست. این کتاب رو من، کتاب خطی قدیمی هستش، برای مسلمانان نوشته شده، اما سوال رو ترکی میپرسه، جواب رو عربی میده. اینجا نشون میده این کتاب در این مقطع تاریخی، یعنی سال 1049، حالا بریم ببینیم آخر کتاب این خودش ما بفهمیم چی میگه. این بدونیم میتونیم ازش یه اطلاعی در بیاریم که این کتاب در چه تاریخی نوشته و تموم شده. اینجا که جزو کتاب نیست. اینجا قد بدان سحری حاضر شریفه فی العشر الاول ذی الحجة الشریفه سنه 49 و الف 449 1407 نمیشه که این 49 اینجا بالا همین میشه 1049 همین میشه. واقع وقع الاتمام به توفیق الله الملک المنان شهر ذی اول سنه، حالا دوباره یه تاریخی نوشته. آها، این شروعش احتمالا در این تاریخ بوده، یعنی در فی العشر الاول فی ذی الحجة الشریف سنه 1047 شروع کرده احتمالاً. قد بدأت، بله قد بدأت اینجا هست. قد بدأت سحر تحریر، قد بدأت به تحریر هذا نسخه الشریفه، در این تاریخ شروع کرد به نوشتن. و اینجا تاریخ بعدی 49 و الف و وقع الاتمام به توفیق الله الملک المنان شهر ذی الاول، در ماه ذی الاول بوده سنه 50 و الف، سال 50 1050 50 و 50 1050 علی ید عبد الضعیف. حالا اجازه بدید من اینو هم بنویسم اینجا، حداقل این دوتا چیز رو از این کتاب دوم، اسمش بود ترکی لغتler، البته من دیگه لغتler سنی، فقیهlerin فتاواسی، یعنی شروع به نوشتن کرده در تاریخ 1049 و تمام در تاریخ 1050 کتاب رو تمام کرده. نویسنده هم اسمش چی شد؟ و الف علی ید عبد الضعیف و الف علی و الف علی ید عبد الضعیف المحتاج الی رحمت رب الغفور محمد ابن عبدالرحمن الساکن بالقسطنطینیه. نویسنده هم اسمش هستش محمد ابن عبدالرحمنی که ساکن بوده، اومده ساکن قسطنطینیه. خب این کتاب رو نتونستیم بخونیم، در نتیجه اینو همینجا ببندیم و بریم یک کتاب دیگر رو بیاریم که بتونیم بخونیم، برای که عربیه و من سوادم نرسید. ببینیم این چی هست. اینی که اسمش کلن عربیه، اسمش هستش درة العقاید فی ابطال عقاید الفاسد، گزیده های عقاید در ابطال عقاید فاسد.
یه چنین چیزی معنی بکنیم. حالا دوره یه چیز دیگریه البته، ولی من این رو به این معنی الان همینجا گرفتم. اگه نگاهی به کتاب بندازیم، اول ببینم که چقدر فرصت داریم. 25 دقیقه تا الان از این کتاب رو وقت صرف کردیم. حالا بریم ببینیم که اینجا چی هست. زمان چقدر زود میگذره آدم. این کتاب رو میبینیم به نظر من در دوره عثمانی نوشته شده بر اساس نقاشی که روی جلد هستش. اینجا یه چیزهایی نوشته شده، احتمالاً کتاب در سلیمانیه نگهداری میشه. اینجا یه مهری خورده و اینجا یه چیزهایی نوشته شده که مربوط به اصل کتاب نیست. اصل کتاب از اینجا شروع میشه. خطش بهتر از اون یکی هستش. این لااقل کمتر از اون مشکل دارم. اون که با خیلی برام مشکل بود، یعنی من اون خط رو اصلا نمیتونم بنویسم، به خصوص که عربی هم داشت و صداگذاری هم نکرده بود. این صداگذاری هم کرده کم و زیاد، حالا تا اینجایی که میبینم صداگذاری کرده، یعنی استاندارد نوشته. بله، حالا ببینیم که عربی هست یا ترکی هستش. این رو هم میتونیم ببینیم. کتاب رو از نظر فیزیکی بازرسی داریم میکنیم. کتاب به نظر من خیلی قدیمی نیست، برای اینکه کل کتاب رو نوشته، یعنی در مقطع این کتاب نوشته شده که به نظرم میاد چیز هستش، کتاب کاغذ ارزونتر شده، در نتیجه برای حاشیه کتاب رو خالی نذاشته برای خوانندگان. ولی این آدمی که این رو میخونده اومده یه جاهایی یه چیزهایی رو نوشته، یا خود نویسنده احتمالا علاوه کرده، چون که شبیه همین متن هستش. در نتیجه احتمالا این خود آدم اینجا یه چیزی رو یادش اومده علاوه کرده. با رنگ‌های مختلف ننوشته، ولی با رنگ سیاه یه جاهایی رو خط گذاری کرده که ما بدونیم که اینجا مثلا آیه هست یا یک کلمه عربی هستش، اینها رو بفهمیم. این کتاب 88 صفحه هستش. حالا اینجا اون صداها کمتر شد و واضح‌تر شد. اینجاها اگه دقت بکنید کلمات خیلی تو دل هم فرو رفته، خیلی تو دل هم فرو رفته، ولی اینجا کلمات و سطرها یکم از هم بازتر میشه. در نتیجه مثلا اینجا رو نگاه بکنید، خیلی بهتر از این قسمت نگاه بکنید به نظر. دوباره اینجا دوباره همون اتفاق افتاد، دوباره برگشت و احتمالا یک آدم دیگه نوشته، ولی خطا خیلی به هم شبیه، یعنی خیلی از نظر خطی فرق نداره. فقط یه آدم بعضی جاها فاصله بین سطرها رو زیاد گذاشته، بعضی جاها کم گذاشته، فاصله بین کلمات رو زیاد یا کم گذاشته. دوباره اینجا یه حاشیه میبینیم که تقریبا با این خط یه مقدار فرق داره، ولی خب یه چنین حالتی هم به خط داده. بریم آخر کتاب رو هم یه ورق بزنیم، برگردیم و این کتاب رو تا آخرش هم همینجوری اومده. حالا ببینیم که آیا آخرش کتاب تمام میشه یا اینکه پاره شده. این رو باید دید. حالا برگردیم بریم سر کتاب و اینو بزرگش بکنیم ببینیم که میتونیم بخونیم یا نه. اللهم یا میسر کل عمر علی اتمام نامه عقاید دینیه کل الیسیر. حالا اینجا میگه که خدایا به من، اولش قبل از بسم الله میگه که ای الله به من امکان بده عمرم رو، یا میسر کل عمری. اللهم، حالا این کل عمری چی؟ علا اتمام ما، اتمام مأخوذ نامه یا خودنامه العقاید دینیه کل یسر چی هستش. از خدا میخواد که بهش فرصت بده که این کتاب رو تموم بکنه در مورد عقاید دینی. پس موضوع کتاب عقاید دینی هستش. بسم الله الرحمن الرحیم و به اونهی و به اون و ونایت فی کل الامور. ول عنایت میتونه این باشه، ول عنایت فی کل الامور. حمد بی حد و ثنای لا یعد، اول خاتم لم یزال اولسون کی. همون اولش بعد از بسم الله شروع میکنه به ترکی. صحراء عدمدن صحن وجوده گتردی و کمال لطف و کرمندن
ببین کرم رو مثل کره و مندن می نویسه و کرمیندن یعنی صدا رو با ه مشخص کرده. ذات و صفاتینی مصنوعات و مخلوقاتینده عیان ادردی، فعل چیز کرده متعدی کرده. صلات و صلات ما لا نهایت، صلات ما لا نهایت و سلام و غیر متناهیه اول مفخر موجودات علیه الافضل تحیات üzerine کی وجود. ببین کلمه ها خیلی تو دل هم فرو رفته. کی محض جودینی عالم و عالمیانه رحمت و باعث نور هدایت گلدی. ببینید خیلی زیبا. و دخی آل و اولادینه کم هر کم اقتدا ایلدی نعم سرمدیه ایردی ما وجب علینا. حالا این احتمال میدم که از اینجا زیرش خط کشیده یا فهم کنم نعم سرمدیه ایردی، این زیری باشه احتمالا. ما وجب علینا تی علینا تی. حالا این چی هست؟ ادادن سنره. ما وجب علینا یی و وجب علینایی عربی کرده علینایی، چیزی که برای ما واجب هستش ادادن سنره، او اون چیزی که برای ما لازم هستش که ادا بکنیم. بعد از اون بو عبد افگر و بنده احگر حفیف الوانی. حنیف چیه این؟ حبیب الوانی از سید مصطفی. نه اسمش از اینجا شروع میشه. این احگر حفید الوانی، این حفید الوانی از سید مصطفی المحتاج الى الطاف الغنی. حالا اسمش سید مصطفی هستش دیگه. این سید مصطفی نامی نمیدونم. حفید احتمالاً اولاد میشه یا الوانی از نه اینجا از سید الوانی از سید مصطفی. این یک چیز دیگه است. الوانی از سید مصطفی. محتاج الى الطاف الغنی، چون که سن کهولت تشدید گذاشته. سن کهولت اردیم فیل جمله عقل کمالین بلدی. وقتی به سن پیر شدم عقلم به کمال رسید. بالاخره ملاحظه ایلدم. بالاخره ملاحظه ایلدم زخر آخرت olmak için ذخیره آخرت احتمالا باشه زخر نوشته. زخر آخرت olmak için اعتقاد حقی جامع bir geç evrak perişan yazayım. اعتقاد حقی جامع bir geç evrak perişan yazayım علی الخصوص جناب حق معبود مطلق حقینده واجب علوب. حالا اینجا نگاه کنید مثلا یا غلط نوشته بعدن اصلاح کرده یا یکی اومده این رو اصلاح کرده. واجب علوب معلومه که قلم روش داده. محال اولانه صفاتleri کتب کلامیه دن
نقل ایلیه آشکاره وچه üzere ترجمه اولوندی. حالا اینجا او اولوندی، ترجمه اولوندی، اینجا او اول کلمه، اینجا دوباره از نو نوشته، جا نگرفته، اومده دوباره از نو نوشته. و حبیب محترم سلام حقینده کذالک واجب و صلی الله علیه اینه هستش. این سلام حبیب محترم صلی الله علیهم اجمعین احتمالاً هستش، یا هم هستش. این سلام صلوات علیهم هستش. حقینده کذالک واجب و جائز و محال اولان، واجب، جائز و محال olan sıfatları bir hoşça ada ile beyan kılındı ve Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı sübutiye ve sıfat-ı selbiyesi butudiye asan olmak, mübtediye asan olmak vecih üzere bildirdiğimde ve artıktır. Ben sarf eydim ve حالا اینجا سائل چی و سائر مغلقه مشکله دور علم ve kelame dair 12'den ziyade ulema geçanın kimsene gelen şasuf ne alayım neminden belki اوهن بیوت انکبوت olan adillere yapışıp gayetul gaye dikkat mülahize getirip mebahis amige mümkün olduğu derece ittilaım mertebesince bil lütf dünya ne به لطف دنیا المستعان. این دنیا نمیشه، به لطف چیه؟ ربنا المستعان حق حقیق بالقبول اولان کلامی فضلایی تفصیل ایلدم و دخی مناسبت ل اعتقادات اهل سلام و الجماعه سنه اهل السنة والجماعة الزهری التبول لك جگرگوشه سی و حالا این التبولون فاطمه الزهرا، این فاطمه هستش. من کجا رفتم؟ من از یه جایی پریدم. اعتقادات اهل سنت و جماعت مسئله متعلق بله من اشتباه رفتم. نقل اولندی شاه مناقب جهاد یاد گزین و مراتبلرین و سیداتنا فاطمه زهرا التبولنین جگرگوشه التبو، این زهره التبو، این تبو نبوت که از کلمه نبوت هستش فکر میکنم. لن جگرگوشه سی و علماء فهبلن باشنون تاجی حضرت حسن و حسین رضی الله عنهمانın منقبسی حکایه قلندی. حالا به زندگی اینها میپردازه. الکلام یجر الکلام، کلام هم که کلام رو میاره. فهواسی الکلام یجر الکلام فهواسی سعادت احتواسی üzere زمان خلافت حضرت علی کرم الله وجهه ده معاویه‌نün ماجراسی و خروج بابنده خطاسی کلینی توضیح ایلدم. حالا میاد در اون تاریخ هم صحبت میکنه دیگه، با خصوص اهم مهم دین
اولان دین اولان همه ایمان، دین اولان هم ایمان و اسلام. شاید هم دین اولان جمع ایمان و اسلام کما هو حقه تفصیل و امام الاگرمن کرامتی و ولادتی نقل اینجا رو خط کشیده، ولادتی خودش رو خط کشیده، نقل ایلمک یا etmekle نقل etmekle hüsn-i tezyil üçün zikr olunub. Olun ihtimalen miyubdi, olun miyubdi. Rabb celil yevmi yu'zen a'malul ibadette derecat aliyata neyledine sebep ve beled ta'b cennat adne dukhul ulliyle evveliyle dahil eyliye ve yevm mahşerde taht liva'i Resulullah de haşr eyliyüp tahrir olunan risalemi در درگاه عزتinin گرین قبول و جمیع امانیه وصول قلمق استدعاسندم و بذالک علی الله بعزیز. ای مؤمن، از اینجا شروع میکنه به اصل من، ای مؤمن موحد قرآنده Gerindaşlar ma'lum olsun ki her Müslüme cümleden evvel iman ve İslam ve hasais ehli sünnet ve cemaat belkem farz eyn olmakla hatta hadis-i nebevide fe inne talebul ilmi farizetun ala kulli muslimin vel muslime macehanın rivayetine göre macehe esmi ihtimalen varid olmuştur. Tevcihinde ulema faridlerle murad Resulü, hala un murad Resul ilm halidir. Yani عقاید حقسی bilmek فرض عینیdir. میگه حالا میخواد بگه که علم منظورش علم نیست، منظورش اینه فقط دین رو بفهمید. حالا تقریبا 2 صفحه رو خوندیم. کتاب یه مقدار چیز هستش ولی قابل خوندن هست، میشه کاملا خوند. ارزش بسیار بالایی داره برای فهم زبان ترکی. به نظر من اینجا در این 2 کتاب اخیری که حالا نگاه کردیم متوجه شدم که املا متفاوت هست دیگه در این کتاب. حالا چه تاریخی این نمیدونم، ولی این املای کلمات بسیار متفاوت هستش. اجازه بدید بریم صفحه 10 این کتاب، این 88 صفحه است، بریم صفحه 10 این کتاب. یه صفحه از 10 یه ذره ببینیم میتونیم بخونیم. حیون یعنی دیدر ابدی هیچ فناسی yok. Nitekim Kur'an menzele vardi olmuştu. Varid Kur'an münezzelde varid olmuştur ki men aley kullu men varid olmuştur kullu men aleyha fan. و یا پابچ ربک آیه‌ای ذات الباری ابدیه باقیت لا. حالا چی شد اینجا دیگه؟ الفنا علیه تعالی diyor. Müfessirin tefsir ettiler. Ezeli لا اول له. حالا معنی میکنه که ازلی یعنی چی. تفسیر اتلر ازلی لا اول له
حالا اینجا چی هست؟ ابدی لا آخر له تو دیو لهو تو دیو mütekellimin tesrih eylediler lakin kendiye layık olan hayat ile derdker bizim جوارح و روح ایله دیل. حالا دیگه باید این کتاب تخصصی هستش، در رابطه به اعتقادات هستش، باید وقت بذاره آدم و اینها رو یکی یکی بخونه. هنوز این کتاب داره با چیز میاد تا اینجا که اومدیم صفحه 32 هستش. بذارید ببینیم، بریم همین صفحه آخر رو یه نگاه بندازیم و کتاب قابل خوندن هست، خیلی بهتر نوشته شده نسبت به کتاب قبلی. برای منی که مثلا با ترکی آشنایی ندارم، با بدون استاندارد هم سخت خوندن. حق Ömer el-Faruk'e hal hayatlarında ahdname yazmasıyla ve tayin buyurmasıyla oldu ve sahabe-i kiram ittifak eylediler ol qadr Ömer ibn Xattabi Xattab'in menakib şerifesi çoktur ki حالا ایشون احتمالاً یا سنی یا شیعه هست، یا اینکه خیلی به شیعه نزدیکه. میدونیم که در مورد امام حسن و امام حسین داره، البته سنی ها خیلی امام حسن و اینا رو قبول دارن، یعنی فرزندان حضرت رسول رو قبول دارن و براشون خیلی احترام بسیار زیادی، حتی از شیعیان هم بیشتر احترام میذارن و این داره در مورد اونها صحبت میکنه. حی و پایان یک cümleden birisi gayetul gayat gerisinin ululerinden میواری ظاهر شجاعتی. حالا در مورد حضرت عمر داره صحبت میکنه که مناقب شریفه چokdur، یعنی این مناقب زیادی داره که حد پایانی یoktur، که خیلی زیادی، یعنی منظورش خیلی. cümleden birisi gayetul gayat gayretin ehtimalen başı gayretin ululerinden misvari zahir şucaati bahir idi ya mahir idi, ehtimalen mahir başı, mahir idi. Günlerin günlerden bir gün همشیرسی اصحاب، حالا اسمشه، اسم این همشیرش چی هستش؟ حالا اینجا میبینیم که همشیره احتمالاً چیز نیست، نمیدونم، منزل نه، اصحابنون، حالا این چی اسمش چی هست؟ اسمانون، فکر کنم خواهرش چیز دیگه، همسر حضرت رسول هستش، اسمش اسما هست. من بر همین اساس این رو اسما خوندم. منزلینه واردی جردی کیم تلاوت قرآن حلاوت صوت الهانی ile oğuyurlar. کمال مرتبه اعجازی حالا چی oldu؟ اعجاز همان oldu مراد eyledi ki kitap olmağına kelam قدیم aline alıp بقعه همشیرسی ناپاک. خب از اینجا بگذاریم دیگه، خیلی چیز شد. ببینیم که این کتاب آخرش چجوری. اردیکی دولت ابدیه اردی، زیرا حضرت ابوبکر صدیق دمده افضل دولتی budur نه دولتیdir و عشره مبشره و عشره مبشردن و جمیع
بازم اینجا رو نمیتونم بخونم دیگه. کرامات الیسی çok cümlesini خلافتی zamanında Konstantin'in Geral alıcı gönderdi büyük adalet Ömer ve Şotecin'den diyor, hatta muride olmak sahlerinde ve نه دیگه من اینا رو نمیخونم و نشان نمیده و دیده میشه که این کتاب ناقصه، یعنی احتمالاً جلد اول این کتاب هست و بقیه هم از بین رفته. خب سواد ما نرسید این سه کتاب رو بخونیم. اولی بهتر بود، اون چیزی کتابی که در رابطه با سلیمان ابن نوشته بود، سلیمان ابن عبدالاحد نوشته بود، خیلی کتاب راحتی بود، اون رو صحبت کردیم. ولی دومی و سومی کتاب، دومی که کلا سوالش ترکی بود، خیلی خوشخط نوشته شده بود، من نتونستم بخونم، جوابها کلا عربی بود، در نتیجه کتاب ترکی نبود، زیاد وقت نذاشتیم. سومین کتاب رو باز کردیم که ترکی هستش، قابل خواندن هستش، یه چند صفحه‌ای رو هم ازش خوندیم. خب اینجور کتاب ها به خاطر این تاریخی که نوشته شدند، جغرافیایی که در اونجا نوشته شدند و اینکه آیا استاندارد هست استاندارد نیست، تخصصی هست تخصصی نیست، علمی هست علمی نیست، خب این کتاب ها همش تخصصیه و یه در رشته خاصی نوشته شده. در نتیجه متاسفانه من نتونستم این رو به اون شکلی که باید و چیز بخونم، ولی خب زمان اگه بذارم برای الان مثلا 50 دقیقه است روی این دوتا کتاب دارم کار میکنم، اگر مثلا به جای 50 دقیقه 50 ساعت وقت بذارم قطعا این کتاب رو میتونم خوب بخونم، قطعا میتونم خوب بخونم. خب ولی وقتی سرمایه گذاری روی یه فکری یه کاری انجام ندی این میشه دیگه. حالا من البته دارم سرمایه گذاری میکنم روی وقت، سرمایه گذاری میکنم که بتونم بعداً این کتاب‌های دست‌نویس خطی رو بخونم. امیدوارم که بعد از مثلا حدود 200 ساعت وقت گذاشتن بتونم این کتاب‌ها رو یک کم راحت‌تر بخونم. حالا طبیعتاً لغات تخصصی داره، تاریخی داره، زبان‌های مختلف توش مطرح هست، اینا هم باید یواش یواش آدم یاد بگیره و مراجعه بکنه به منابع دیگر تا بتونه یک کتاب رو خوب درک بکنه. یا در مورد تاریخ، حوادث تاریخی اینا هم که بدتر، یعنی وضعیت خیلی بدتره. روز خوبی رو برای همتون آرزو میکنم، امیدوارم موفق باشید. ولی خب ما در اینجا با یک کتاب، حداقل با 3 تا کتاب آشنا شدیم، یکی که عربی بود اونو بذاریم کنار، بقیه ترکی بودن و این نشون میده که ما یک مخزن، خزانه از کتاب ها داریم که متاسفانه از